ملت عزیزم، از این روزهای سخت میبرایم. من سر تعظیم به نزد پای مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم تا که باشم برای ملتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. اولین مراتبه مردم تاجیکستان، ملت تاجیک، خلق تاجیکستان قانون اساسی خود را، کنستیتوسی خود را با دست خودش قبول کرده است. این عصرهای عصر در تاریخ دولتداری تاجیکستان صحیفه نو گشاده شد و ابدی خواهد ماند.